دوستان عزیز، امروز قصد داریم که راجع به پشت پرده های پنهان و عجیب و غریب یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، غلامرضا کاتب و همچنین فرزند ایشون مجتبی کاتب با شما صحبت بکنیم و اسناد و مدارکی که دارای طبقه بندی و محرمانگی و پیچیدگی خاصی هستن که امروز همه این اسناد و مدارک رو به شما نشون میدیم که چگونه داره پشت پرده پولشویی صورت میگیره، رانت داره صورت میگیره و به اصطلاح خودمون دل و دزدی داره میشه که همه این اتفاقات رو در قالب این مستندی که دارید میبینید ما به شما نشون میدیم. غلامرضا کاتبی که متولد 1341 از گرمسار هستش و نماینده گرمسار در مجلس شورای اسلامی، شماره شناسنامه‌اش 17 و نام پدرش محمده، کسی که به عنوان دکتر ما میشناسیمش و جالبه که برای خودش 2 تا دکترا هم ثبت کرده که همین ابتدای کاری من به شما یه سند و مدرک نشون بدم جالب هستش. وقتی سری به پیج اینستاگرام خود آقای کاتب میزنیم این نکته جالب رو میبینیم. در پیج اینستاگرامشون نوشته که فوق لیسانس مدیریت دولتی و دکترای مدیریت منابع انسانی داره و خودش رو دکتر منابع انسانی معرفی کرده. اما در سایت مجلس شورای اسلامی که شما باید اونجا مدرک ببرید و اونجا اطلاعات شما رو در سایت ثبت میکنن و به عنوان یک وبسایت معتبر شناخته میشه، اطلاعات تحصیلاتی آقای کاتب رو جالب نوشته. ایشون رو به عنوان دکترای مدیریت و برنامه ریزی معرفی کردن. حالا ما نفهمیدیم که ایشون دکترای مدیریت منابع انسانی دارن یا مدیریت و برنامه ریزی. اولین نکته که وجود داره راجع به مدرک تحصیلی آقای کاتب هستش که حالا جلوتر راجع به مقالهشون صحبت میکنیم. اما این آقای به اصطلاح دکتر در مصاحبهش حتی نمیتونه کلمه پهباد رو تلفظ بکنه، میگه پهباند. ببینید سقوط پهباند آمریکایی توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. بله دیگه، اینا شدن برای ما نماینده مجلس. ولی این آقای کاتب پرونده خیلی جالب و پیچیده‌ای داره. چند سال پیش قبل از اینکه نماینده مجلس هم بشه، نامه که می‌بردن توی دفتر کارش ماشاءالله سمت‌های مختلفی هم داشته. اگه کلمه دکتر کاتب نوشته نمیشه، یعنی لقب دکتر اگه بهش نمیدادن، نامه‌ها رو امضا نمی‌کرد، یعنی مرجوع می‌کرد، میگفت برید بنویسید کلمه دکتر کاتب تا من امضا بکنم. یعنی همچین شخصیت عقده‌ای داره و جالبه که چند وقت پیش هم یک دونه کلیپ ازش منتشر شده بود که به مردم توهین می‌کرد. ببینید قانون مشخصه، قانونگذار مشخصه، بعد این میگه ملت تشخیص میده. ملت چه حرفی؟ اگه ملت تشخیص میداد که ملت میومد تو مجلس تصمیم میگیره. راستم میگه دیگه، ما مردم چیکاریم دیگه، همه کاره همینان و فرزندان اینها که حالا جلوتر هم پشت پرده‌های فرزندشو به شما نشون میدم. ولی موقعی که منافعشون این مسئولین در گروه مردمه، میان جلوی دور میگن بسم الله الرحمن الرحیم، مردم مشت محکمی میزنن به دهان امریکا و چین و چنان. اما هر موقع که اصطلاحاً خرشون از پل گذاشت، مردم کجان چی کار میکنن؟ بریم این تیکه صحبتاش هم ببینیم که چه جوری از مردم مایه میذارین آقای به اصطلاح دکتر. دشمن بداند که هیچ وقت نمیتواند در مقابل عزت ما، استقلال ما، آرمان ما، اندیشه ما، تفکر ما بایستد و این راهی است که ملت ما انتخاب کرده. اما نکته جالبی که وجود داره، چرا اصلا از امثال آقای کاتب هیچ وقت در صدا و سیمای ایران انتقاد نمیشه؟ دلیل خیلی ساده و جالب داره که من برای شما افشا میکنم. آقای کاتب عضو شورای نظارت بر صدا و سیما، یعنی هر تخلفی که در صدا و سیما ایران بخواد صورت بگیره، شورای نظارت بر صدا و سیما که 6 تا عضو هم داره بررسی میکنه این موضوع رو که 2 تا از این اعضاشون اعضای قوه مجریه هستن، از طرف رئیس جمهور انتخاب میشن که یکی از اون افرادی که عضو شورای نظارت بر صدا و سیما سسام الدین آشنایی هستش که جالب بدونید که توی سریال گاندو وقتی که نام فک و فامیل آقای روحانی و رئیس جمهور رو آوردن، همین آقای حسام الدین آشنا فشار آورد و سریال گاندو یه قسمتش سانسور شد چون خودش عضو شورای نظارت بر صدا و سیما بوده. به عنوان یک نفر از 2 نفر عضو انتخابی از سمت رئیس جمهور، قوه مقننه 2 تا نماینده مجلس از سمت مجلس انتخاب میشن که یکیشون همین آقای به اصطلاح دکتر کاتب هستش و قوه قضاییه هم 2 نفر رو انتخاب میکنه که مجموعاً 6 نفر که عضو
شورای نظارت بر صدا و سیما هستن. پس اگر تو صدا و سیما از امثال اینها انتقاد نمیشه، دلیلش این هستش که بعد از اون هم آقای کاتب بلند میشه و میره توی مجلس و قرار بوده که یک قانون تصویب بکنن که کسانی که معلولیت دارن، حالا به اصطلاح حالا معلولیت‌ها که نه، نابینا هستن، بتونن نماینده مجلس بشن، که شروع میکنه به این افراد توهین کردن و میگه که این افراد نمیدونم مشکل دارن و نباید توی مجلس هم بریم. یکی از صحبتش هم میگه که چگونه به معلولین هم توهین میکنه، کلا هر جا که دستش اومده توهین کرده. ببینید خب به تبع اون کسی که کرالالم هست میتونه بیا. آقا چه فرقی میکنه بین بینایی از کنم خدمت شما و شنوایی؟ البته شایدم بهتر باشه کسی که لال باشه حداقل چالش درست نکنه، دردسر هم برای ما درست نکنه. بعد از این نطق آقای کاتب که توهین کرده بودن به معلولین، آقای علی صابری یک مصاحبه رو انجام دادن که ایشون خودشون عضو شورای اسلامی شهر تهرانن و گفتن که اگه یک نماینده انگلیس به نابیناها این حرف رو میزد قطعا باید از پست خودش استعفا میداد، ولی اینجا نماینده مجلس هر کاری که دوست داشته باشن میکنن. اما آقای کاتب اومد راجع به فرزندان خودش هم افشاگری کرد و گفتش که آره من 3 تا فرزند دارم، یه دختر و 2 تا پسر که پسرام دانشجوان، یکیشون هم توی شرکت خصوصی کار میکنه. از اینجا به بعدش جالبه. ببینیم بیا من راجع به پسر آقای کاتب هم میخوام برای شما آقای مجتبی کاتبی که متولد 1366 افشاگری کنم. خوشبختانه فرزندم یه دختر که ازدواج کرده مستاجر هستش، 2 تا پسرمون هم خانه هست که هیچ گونه عرض کنم خدمت شما. عرض کنم یکیش 28 ساله است، یکی هم دانشجو هست. و بیکار؟ نه یکیش که الان 28 ساله داره دکتراش میخونه خوشبختانه و اون هر دو هم دانشجو توی در واقع شرکت غیر دولتی مشغول هست. از قبل از اینکه منم نماینده باشم همونجا بود مشغول بوده و یکی هم که دانشجو است که همچنان دانشجو است. یعنی تلاش کرد. نظرتون چیه یه کمپینی راه بندازیم؟ کمپین من شفاف هستم، هر مسئولی اگر دوست داره میتونه بیاد اینجا اعلام بکنه، بگه آقا زندگی من اینه و هر کس سندی داره بیاد برخلافش اعلام بکنه. به نظر ما میگیم که هر کسی سندی برخلاف این گفتمان آقای کاتب بده کرد، ما اینجا پشت تلویزیون اعلام میکنیم که سند رو به نامش میزنیم. بسیار عالی. از اینجا به بعد میخوایم راجع به فرزند آقای غلامرضا کاتبی که خودشون رو همه این مسئولین ماشاءالله خادم مردم میدونن و خدمتگزار مردم میدونن، ولی نمیدونم چرا هرچی قدرت و ثروت و پول و رانت و لابی در اختیار فک و فامیل فرزندان خودشونه. فرزند آقای غلامرضا کاتب، یکی از فرزندانشون آقای مجتبی کاتب هستن، متولد 1366 که امروز میخوایم به سری اسناد با طبقه بندی محرمانه رو برای شما منتشر بکنیم. کد ملیش هم هست 46099 26 652. این کد ملی آقای مجتبی کاتب هستش که اگه یه زمانی خواستید سرچی انجام بدید خدای نکرده به مشکلی بر نخورید. آقای مجتبی کاتبی که متولد 1366 با بررسی هایی که ما کردیم توی بیش از 10 شرکت و مؤسسه یا رئیس یا عضو هیئت مدیره است یا رئیس هیئت مدیره است. بیش از 10 تا شرکت و یکی از این شاخص‌ترین هاش آقای مجتبی کاتب رئیس هیئت مدیره بیمه سرمد. این وبسایت بیمه سرمد هستش که در قسمت آشنایی با بیمه سرمد نوشته شده که در خط دوم انتهاش گفته که 2 بانک بزرگ کشور شامل بانک صادرات ایران و بانک شهر به عنوان سهامدار اصلی در کنار بیمه سرمد هستن و جالب‌تر این هستش که اینجا به این نتیجه میرسیم که 2 بانک بزرگ به اسم بانک صادرات و بانک شهر جزو سهامدار هستن. پس آقای سرمدی که باباش میاد میگه که هیچ سمت دولتی نداره، یک سمتی داره که حالا به بقیه سمتاش هم میپردازیم که زیر مجموعه یکی از این شرکت‌های دولتی هستش و میدونید که چند وقت پیش این بیمه سرمدی گندی بالا آورد و اومده بود رفته بود یه قراردادی رو بسته بود با شرکت توسعه فناوری خوارزمی با مدیریت پرویز مقدسی. جالب بدونید که پرویز مقدسی نایب رئیس شرکت بیمه سرمده و در عین حال با حفظ سمت رئیس هیئت مدیره بانک صادرات. رئیس هیئت مدیره بانک صادرات خودش
نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سرمدی، یعنی یه ارتباط مستقیمی بین بیمه سرمد و بانک صادراتی وجود داره که ماشاءالله برای خودشون سمت دارن. یه شخص دیگه به اسم آقای حجت الله سیدی که در حال حاضر مدیرعامل بانک صادراته، ایشون مدیرعامل شرکت‌های هلدینگ خوارزمی هستش. چه اتفاقی افتاد؟ یه شرکت سرمدی وجود داره که 50% از سهام شرکت سرمد و 2 تا بانک بزرگ صادرات و شهر سهام دارشن. این شرکت سرمد میاد یه دونه قرارداد با رانت لابی با شرکت خوارزمی می‌بنده. شرکت خوارزمی خودش چندین تا شرکت داره که به اصطلاح به این چند تا شرکتش با هم دیگه میگن هلدینگ. اعضای هیئت مدیره شرکت خوارزمی یکیشون آقای حجت الله سیدیه که مدیرعامل بانک صادراته. از اون طرف خود آقای پرویز مقدسی هم توی شرکت سرمد سمت داره، هم توی بانک صادرات، کلا دور هم دیگه. ولی داستان قرارداد 40 میلیاردی شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی جالب، پیچیده و عجیب غریبه که من اینجا برای شما داستانش رو توضیح میدم. هلدینگ خوارزمی میاد یه قرارداد با یه شرکت گمنام میبنده و کل پول رو یک جا به اون شرکت گمنام پرداخت میکنه که براش خدماتی رو انجام بده. اون شرکتی که شرکت گمنام هستش به تعهدات خودش عمل نمیکنه و کل پول رو هم از شرکت فناوری خوارزمی گرفته بوده، غیبش میزنه. حالا به هر دلیلی یه دونه ملک به عنوان گرو از این شرکت گمنام گرفته بوده. شرکت توسعه فناوری خوارزمی یک شرکت آیتی هستش و کارهای خدمات آیتی رو انجام میده و عموما توی ملک و املاک هیچ دستی نداره و میاد شرکت توسعه فناوری خوارزمی اون ملک رو به شرکت توسعه ساختمانی خوارزمی که یکی از شرکت‌های زیر مجموعه خوارزمی هستش میفروشه. یعنی شرکت خودشون اون ملک رو میفروشه به شرکت دیگه خودشون و یه دونه کارشناس دادگستری هم اون وسط پیدا میکنن که روی ملک قیمت گذاری بکنه. سند کارشناس دادگستری هم میبینید که 18 میلیون تومان هم حق و زحمه میگیره و میاد و روی ملک قیمت گذاری میکنه و جالبه که این کارشناس دادگستری توی شهرهای شمالی ایران زندگی میکنه و اصلا طبق قوانین کسی که به عنوان کارشناس دادگستری صلاحیت اینو نداره که یک ملک توی تهران هستش و توی منطقه کالج اگر اشتباه نکنم اون ملک وجود داشته، نمیتونسته اصلا اونجا اظهار نظر بکنه. به هر صورتی میان ملک رو قیمت گذاری میکنن هول و هوش 40 میلیارد تومان. ولی کسبه محلی اون ملک رو میگفتن که ارزشش تو سالهای 94 95 هولوش 10 تا 12 میلیارد تومان بوده. اما میان 40 میلیارد تومان روی ملک ارزش گذاری میکنن. شرکت فناوری خوارزمی 40 میلیارد تومان از شرکت توسعه خوارزمی که زیر مجموعه خودش پول میگیره. پولها رو کجا تامین میکرده و بهشون میداده بانک صادرات. یعنی شرکت آ میاد پول رو به شرکت بی میده. پول از کجا میگیره؟ از بانک صادرات. ملکی که 15 میلیارد تومان ارزشش بوده رو 40 میلیارد تومان جابجا میکنن. اون اعضای هیئت مدیره و کسایی که پشت پرده بودن 30 میلیارد تومانش رو سود میکنن، 10 میلیارد تومانش هم میریزن تو حساب بانک صادرات و زیر مجموعه بانک صادراتی که خوارزمی هم زیر مجموعش بوده. این معامله بین کی انجام میشه؟ بین یک شرکت خوارزمی با یک شرکت دیگه خودش و حجت الله سیدی قراردادی می‌بنده با پرویز مقدسی که هر جفتشون عضو هیئت مدیره بانک صادرات هستند و هر جفتشون عضو سهامدارای اصلی بیمه سرمد و 2-3 تا بیمه دیگه هم هستن و خیلی راحت و شیک و مجلسی از طریق بیمه سرمد و شرکت خوارزمی و بانک صادرات یه پولشویی انجام میدن. از اون طرف دستگاه قضایی هم که قربونش برم آب بردتشون دیگه و هیچ کدوم این موضوعات رو پیگیری نمی‌کنن و همون آقای نماینده مجلس آقای غلامرضا کاتب سکوت میکنه راجع به این اتفاقات و جالبه که آقای مجتبی کاتبی که فرزند غلامرضا کاتبه
به عنوان سرپرست 10 ماه بیمه سرمد رو مدیریت میکرد. ما یک تماسی که از دوستان با بیمه سرمد گرفت که ببینیم که آیا این شخص سرپرست بوده یا نبوده یا تمام این حرفا الکی بوده. این فایل صوتی رو گوش بدید. با سلام، به سامانه امور مشتریان بیمه سرمد خوش آمدید. بله بفرمایید. سلام، خسته نباشید. شما همه جان. خانم من میخوام از شرکت بیمه سرمد بیمه نامه بخرم. داشتم سایت شرکت رو نگاه میکردم ببینم که طبعا مدیریت اون شرکت در حوزه که دیدم اسمی از مدیر عامل نیست. مدیر عامل شرکت کیه اینا؟ گوشی حضورتون. عذرخواهی میکنم. ببینید در واقع هنوز مدیر عامل انتخاب نشده برای شرکت. ولی جناب آقای کاتب فعلا. آقای کاتب چه کار اونجا چه سمتی دارن؟ سرپرست یعنی اداره میکنن؟ بله. خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم بزرگوار. خدا نگهدار. همین اتفاق باعث میشه که یکی از نماینده‌های مجلس اعتراض بکنه به بیمه مرکزی و بگه که مگه میشه سرپرست یکی از بیمه‌هایی که دو تا از بانک‌های بزرگ کشور دارن پوششش میدن سرپرست داشته باشه و میدونید که طبق قانون بیش از 8 ماه نمیتونه یک بیمه در ایران سرپرست باشه و باید حتما رئیس داشته باشه و تا اون موقع که این فایل صوتی رو ما ضبط کرده بودیم و نماینده مجلس واکنششون داده بود بیش از 10 ماه بودش که آقای مجتبی کاتب سرپرست بیمه سرمد بودن و طبیعتا آقای دشپسندی که در حال حاضر وزیر اقتصاد دارایی هم هستن خب نسبت به این قضیه سکوت میکنن و این نامه نماینده مجلسی که طرح سوال کرده بود از وزیر اقتصاد عملا مسکوت خواهد بود. چرا؟ چون آقای غلامرضا کاتب در مجلس شورای اسلامی در روز رأیگیری آقای دشپسند ازش حمایت کرد بود و یکی از سخنرانانی بود که نطق کرد در مجلس و حمایت کرد از وزیر امور اقتصاد و دارایی برای همچین روزی. بریم این فایل صوتی حمایت آقای غلامرضا کاتب رو از وزیر بشنویم که جالب این فایل صوتی. دکتر غلامرضا کاتب بفرمایید. جناب آقای کاتب بفرمایید. 5 دقیقه به عنوان مخالف. نه موافق دیگه. موافق. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران خواهش میکنم چند دقیقه فرصت بدن چند تا نکته رو ما خدمت عزیزان عرض بکنم. امروز در محضر ملت بزرگ و در محضر خدا هستیم. تصمیمی رو که میخوایم بگیریم شاخصه این تصمیم گیری میبایست فقط منافع ملی و منافع ملت باشه. نکته جالب این هستش که میگه باید انتخاب درستی داشته باشیم. خدا در محضر هستش انتخاب درست داشته باشیم که فرزند شما بخواد رانتولاری بکنه با سن کم و 2 تا دکترا هم ماشاءالله فرزندتون برای خودش توی وبسایت ثبت کرده و جالبه که همین فرزند آقای غلامرضا کاتب توی شرکت‌های مختلفی سمت دارن که یکی از این شرکت‌ها شرکت واگن‌سازی پولورسبز هستش که زیر نظر صندوق ذخیره فرنگیان هم هست و اون موقعی که 22 سالش بوده عضو هیئت مدیره بوده و توی رزومه خودش آقای مجتبی کاتب فرزند آقای غلامرضا کاتب اینو ثبت کرده. سمت‌های دیگه هم داره که با هم یکی مرور میکنیم، بعداً خودتون میتونید سر فرصت برید دنبال بکنید. خب این روزنامه رسمی تاریخ 11 فروردین ماه سال 98 هستش که شرکت بیمه سرمد رو نشون میده که راجبش صحبت کردیم که طبق این اسناد آقای مجتبی کاتب به نمایندگی شرکت آرمان اندیشان رستاک رئیس هیئت مدیره بوده در زمان ثبت این شرکت. در اواخر سال 96 هم یعنی در تاریخ 25 دی ماه 96 میان و تغییرات انجام میدن روی شرکت بیمه سرمد. اما شرکت بعدی که آقای مجتبی کاتب در اون هستش و مرداد ماه 97 این اتفاق صورت گرفته، مؤسسه غیر تجاری تأمین آتیه کارکنان سرمده که میبینید که موضوع مؤسسه هم توزیع محصولات نرم افزاری و ارائه خدمات طراحی سیستم تولید نرم افزاری سفارش کلیه امور به خدمات مهندسی و اطلاع رسانی که مجتبی کاتب به همراه پژمان نریمانی و سید روح‌الله علیپور یزدی و حامد عابدینی و حسین نظریان
عضو هیئت مدیره این شرکت هستن. شرکت بعدی که مجتبی کاتب در اون فعالیت داره مؤسسه غیر تجاری رهپویان صراط هدایتی که 18 تیر ماه 96 این شرکت ثبت میشه. موضوع این شرکت که مجتبی کاتب به عنوان سهامدار عضو هیئت مدیره شد تا سال 1401 هم در اون فعالیت خواهد داشت. متفاوت از فعالیت‌های صنعتیشه که در شرکت سرمد و رستاک و واگنسازی پلور و سایر شرکت دیگه انجام میده. موضوع مؤسسه گردآوری و تهیه مجموعه مستند درباره مسائل فرهنگی و اجتماعی و تاریخیه و گویا یک شرکت پوششی باشه. اما شرکت دیگه مجتبی کاتب که در اون فعالیت داره شرکت آلوپن هستش که به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به جای حمیدرضا حسن نژاد منصوب میشه. شرکت آلوپن یک شرکت عظیم تولید پروفیل ساخت و در پنجره‌های آلومینیومیه که فعالیت خودش رو در سال 53 با ظرفیت 5000 تن در شرایط صنعتی البرز فعالیتش رو آغاز کرده. شرکت تحلیلگران رایان سپهر هستش که آقای مجتبی کاتب در اون فعالیت میکنه. شرکت به عنوان شرکت مسئولیت محدوده که تاریخ اون هم 24 شهریور ماه 95 شرکت درونش ثبت شده. موضوع فعالیتی که این شرکت در اون فعالیت میکنه انجام کلیه امور انفرماتیکی و فناوری اطلاعات و طراحی نرم افزار کاربردی رایانه‌ای و سایر موضوعاتی که جالبه که پونک هم هستش ماشاءالله بالا شهر هم کار میکنه. فرزند آقای غلامرضا کاتب نماینده اصولگرای مجلس. اما شرکت بعدی شرکت گسترش ارتباطات ماهواره‌ای امروزه که مجتبی کاتب به عنوان عضو هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات در اون فعالیت میکنه که آگهی ثبت شرکتش رو میبینید. اما شرکت بعدی که 25 مرداد ماه 96 ثبت شده مؤسسه غیر تجاری رسالت امروز ایرانیانه که مجتبی کاتب با 25% سهم عضو هیئت مدیره شد. پدرش آقای غلامرضا کاتبی که نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامیه به ریاست هیئت مدیره شرکت منصوب شد و خانم طاهره عسکری که احتمالاً مادر آقای مجتبی کاتب باشه عضو هیئت مدیره این شرکت هستش که موضوع فعالیت مؤسسه‌شون هم ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه‌های فرهنگیه. اما در تاریخ 25 دی ماه 90 هم یک مؤسسه ثبت میکنن که مؤسسه مجمع گرمساری‌های مقیم استان تهران. اون موقع خب موضوع گرمسار داغ بود دیگه چون آقای احمدی نژاد خودش توی نهاد ریاست جمهوری بود و گرمساری بود و کلا گرمساری‌ها دور هم بودن و کلا اومدن یه مؤسسه تشکیل دادن. البته بعد از اون که آقای کاتب رقیب خواهر احمدی نژاد هم در انتخابات مجلس شده. اما نکات دیگه‌ای هم وجود داره راجع به مجتبی کاتب و همچنین پدر ایشون. یک نامه به صورت محرمانه بیرون اومده که چند سال پیش آقای غلامرضا کاتب به عنوان نماینده مجلس سفری رو به فیلیپین داشته و گویا اونجا یک آزار و اذیتی 2 از خانم‌های فیلیپینی رو انجام میده روشون و یکیشون توی آسانسور بوده مثل اینکه دستمالیش میکنه چنان و میگم که این مدیران حشری ماشاءالله همه جا دست گل باب میدن. بعد از اونم که گندش بالا میاد رسانه‌های خودفروخته خارج از کشور میگن اینا پرستو بودن آبروی نماینده مجلس رو بردن. نمیگن که این نماینده مجلس و مدیران خودشون زیپشون شله و حشری ان، اینا میگن که پرستو بوده. یعنی و فکر نکنید که اصلا اینا دارن حمایت میشن از داخل و از اون شل زیپا که ناراحت میشن. ولی خب نامی بودی که بیرون اومده و نشون میده که آقای غلامرضا کاتب یه سری تخلفات رو انجام داده موقعی که در فیلیپین بوده. اما این نکته جالبتر وجود داره، آقای کاتب که خودش رو هم دکتر میدونه، ما یک بررسی مقاله آقای کاتب رو انجام دادیم که تنها 2000 کلمه از مقاله آقای کاتب رو زیر نرم افزار تحلیل و آنالیز نه آنچنان حرفه‌ای نیمه حرفه‌ای بردیم و نشون داده این نرم افزار که 41% از مقاله غیر کپی هستش و 59% از مقاله رو آقای غلامرضا کاتب کپی کرده از جاهای مختلف و آورده و ماشاءالله دست به کپیشون و سرقت ادبی و سرقت علمی در بین این مسئولین بیداد میکنه که
این فقط گوشه ای از پشت پرده آقای غلامرضا کاتب و فرزندشون بود. در قسمت بعدی اسناد عجیبتر و پیچیده و تری هم راجع به این نماینده مجلس برای شما افشا میکنیم. گفتیم هم نماینده مجلس رو ما یکی یکی داریم بررسی میکنیم و سر فرصت پشت پرده هاشون رو برای شما افشا میکنیم. فقط شما یه لطفی بکنید و این ویدیوها رو به اشتراک بذارید و لطفاً توی انتخاب خودتون یه دقتی بفرمایید که کیا دارن میشن نماینده مجلس و حالا یه عده میگن بین بد و بدتر ما مجبوریم بد رو انتخاب بکنیم، اما نماینده مجلسی که با شام و نمیدونم شرکت در عزا عروسی میان رأی میگیرن وضعیتشون از این بهتر نمیشه. بازم میگم ویدیو رو اگر دوست داشتید به اشتراک بذارید، لایک بکنید و کامنت هم برای ما بذارید که افراد بیشتر این ویدیوها رو ببینن و پشت پرده ها رو باخبر بشن. مرسی که تا این لحظه با ما بودید.